باشه. حالا اصلا بریم ببینیم که TH رو چطور باید تلفظ کنیم و چند جور TH داریم. مدل اول TH بهش میگن unvoiced. اگر دستتون رو تارهای صوتیتون بذارین و بگین هیچ لرزشی رو احساس نمی کنین. نوع دوم TH voiced، یعنی اگر دستتون رو تارهای صوتیتون بذارین یه حالت ویبره احساس میکنین. خب حالا بریم چند تا مثال رو گوش بدیم. برای نوع اول که unvoiced، مثلا 3 through. خب اینجا هیچ لرزشی رو احساس نکردیم. حالا میخوایم بگیم there، this. در این حالت یه لرزشی رو تو تارهای صوتیتون احساس میکنین که میشه voiced TH. همه این نکاتی که گفتم رو میتونین تو اپیزودهای 2، 3 و 4 پادکست من 3 Minute English Tips for Persians هم گوش بدید. لینک رو توی کپشن هم براتون میذارم.